بدم و یه چیزی رو تریدش کنم. صدا میاد؟ ببینید قبلا کاری که من انجام میدادم این شکلی بود. یه مثالی بیارم مثلتون. دوستان سلام، آقای ترابی سلام. اگر امکان سلام، داره یا عرض بچه‌ها ادب. ضبط کنن یه چند لحظه صبر کنم، من الان ضبطش کنم. ببخشید. نه موردی نیست. آمدی سلام. آره سلام خدمت شما. ببینید در کل منظورم اینه که وقتی من میرفتم سر چارت، خب قبلا این بود، یعنی نظرم این بود که این کار انجام میدادم، مثلا یه تحلیل بالا به پایین داشتم، بعد می اومدم تایم حالا پایین تر که ترید انجام بدم، بعد نگاه میکردم به خودم میگفتم مثال میگم اینجا MPL برداشته، اونجا LS شده، اینجا نمیدونم جای درستش کار کرده و این حرفا. بعد یه چیزی رو که اشتباه میکردم، کل سناریو و پازلی که چیده بودم همش میرفت پشت سر هم اشتباه در میومد. ولی بعد یه مدتی دیگه ول کردم، یعنی بیام همه چیز رو تحلیل کنم. الان کلیت سه تا پلن واسه خودم چیدم، فقط اینا رو ترید میکنم. نمیام بگم آقا اینجا MPL میشه، نه MPLش رو ترید کنم، یا مثلا اینجا LS برمیداره بعد این گفت میخوام LSش رو ترید کنم. نه، من واسه خودم پلن چیدم، تحلیل کلی هم انجام میدم، نمیگم انجام نمیدم، ولی چیزی که ترید میکنم دیگه فقط با پلنم نباشه، یعنی 4 تا صبح میام نگاه میکنم، همه مثلا 5 تا 6 تا چارت دارم، همشون رو نگاه میکنم. اگه چیزی وفق پلنم باشه تریدش میکنم، اگه چیزی نتونستم پیداش کنم ترید نمیکنم. خب از وقتی این کار رو انجام دادم رسیدم به سودده بودن. ولی قبلا مثلا می اومدم میگفتم آقا اینجا این گلفه باید بیاد الانس برداره، حالا که بالا رفته میخواد اوردر فلو برداره، اوردر فلو نشده نمیدونه میخواد این کار انجام بده. همش دنبال پیش بینی بودم که مثلا اینجا این شد میخواد این کار انجام بده. دیگه الان دنبال این نیستم، صرفا من پلن واسه خودم چیدم، دنبال پلنم هستم. تایم 1 دقیقه، تایم 5 دقیقه، هر جا اینو دیدم تریدش میکنم، هر جا ندیدم بیخیال میشم. واسه این که ستاپی دیگه درسته؟ ستاپتون ستاپی، ببین میشه ستاپی هم گفت. آخه ستاپی که میگیم خیلی خشکه، یعنی هیچ تحلیلی روش نداره، صرفا ما 4 تا شکل رو میبینیم، اگه شکلمون شد میگم آقا این ستاپه. نه، صرفا ستاپی هم نیست، روش تحلیل هم دارم. الان میگم خدمت شما. بعد داشتم اینو میگفتم که نمیام هر چیزی رو ورود کنم، هر جا بر طبق پلنم، هر جا بر طبق پلنم باشه ترید میکنم، هر جا بر طبق پلن نباشه نگاه میکنم. خب یعنی بخوایم همه چیز رو ترید کنیم، یه اشراف بالایی میخواد در حد همتی و حالا شاگردای مخصوص خودش، کامران و نمیدونم این حرفا. من خودم این اشراف رو ندارم، پس دلیل نداره همه چیز رو ورود کنم، یعنی الس پیدا کنم ورود بزنم، MPL پیدا کنم ورود بزنم، نمیدونم هرچی که اومد و ورود بزنم. نه، صرفا طبق پلنی که از خود LFT و هنر جنگ دارم فقط همینا رو ترید میزنم. کلیت تونستم بگم منظورم چیه؟ بله. یه لحظه معذرت میخوام، یه لحظه بیام. خواهش. بله کلیت تونستم دیگه بگم. الان بریم. منظورتون اینه که لگ به لگش رو نمیگیرید دیگه اینجایی آره که ببین مثلا اینجا مثلا آقا تشخیص ما مثلا میام بگم که اینجا مثلا شبیه اینه که این گلف انجام داده، برم السش رو ترید کنم. بعد الس چی میخوام؟ نمیدونم MPL میخوام. نه، من اینا رو نمیخوام. من ساده تر، من یه 2 تا پلن ساده و پشت سر هم چیدم، فقط دنبال اینام، هر جا باشه میگیرم، نباشه نمیگیرم. یکیش دقیقا همینی که اینجا اتفاق افتاد. یعنی اولش اشتباه انجام دادم، یعنی بذار بیارم اینو. اگه بیارمونم الان فیلتر شکنم روشن نیست، فکر نکنم بیاره، حالا مهم نیست.
کجای چارت بودم؟ اینجا چارت بودم که من اول این گفتی که اینجا نوشتم و اشتباه تشخیص داده بودم، اومده بودم اینجا یه چیز جای درست افلی رو بگیرم. بعد که دیدم اشتباهه، اومدم دیدم اینجا این گلفه، اومدم این طبق پلنم بود تریدش کردم. خب دیگه نمیام الاس بگیرم، نمیرم این کار رو انجام بدم، فقط طبق پلنم کار میکنم. یه اشتباهی که من خیلی از بچه‌ها هم میبینم اینه که همه میخواین مثلا سکرت رو بگیرن، نمیدونم الاس رو بگیرن، ام پی ال رو بگیرن، اینه رو بگیرن، همه چی رو میخوان بگیرن. خب واسه گرفتن اینا یه اشراف کامل میخواد، یه چیزی مثل همتی میخواد. که به مرور شما هم ایشالله اشراف پیدا میکنید. حالا دیگه من واقعیتش من نمیخوام که واسه یه بانک آمریکایی تحلیل بدم، من میخوام واسه خودم یه ماهی یه 6% بگیرم، واسه 7 جد آباد من کافیه. خب واسه 6% گرفتنم هفته‌ای به قول همتی یه دونه 1% میخوام، هفته‌ای یه دونه 1% میخوام، همین. پس دلیل نداره من همه چیز ورود بزنم، من منتظر میشم طبق پلنم یه چیزی باشه همون رو ترید بزنم. اگه من بتونم 1% بگیرم تو هفته یکی، آخر برج میشه 12%. حالا بگیم 2%ش هم مال بلوکر میشه 10%. 10% میدونی یعنی چی؟ آقا ترابی درود بر شما. سلام، قربان شما. ارادت. من یه سوال میتونم بپرسم؟ همین پلن خودتون رو اگر میشه برامون توضیح بدید و بگید چرا اشتباه کردید، ممنونتون میشم. پلن خودم باشه. همین که میفرمایید روش اشتباه کردید دوباره گرفتید. ساعتی یادم فکر کنم یه بود دیگه. من صبح که اومدم اینجا و اینا رو دیدم، یعنی اولش اومدم این FL رو تشخیص دادم اینجا، این FL بالایی رو از شکست یه سطحی FL شده برام. خب حالا این یه جورای تامین نقدینگیه. خب حالا من FL گرفتمش، بعد دیدم قیمت اومده، این سکرت هم دیدم یه حرکت خیلی شارپ اومد رفت، بعد دیدم که قیمت برگشته سکرت رو رد کرده خورده به اینجا. من اینجا اینر اینو در آوردم، اولش فکر کردم این چیز شده افو شده، نگو این گلف بود. خب تو برگشتش من اینجا رو ترید زدم، البته یه چیز پایین تر اینجا بود که اشتباه شده بود. من کل سناریویی که چیده بودم اینو افو گرفته بودم، با کل سناریو با این چیده بودم که این افو شده، اینجا این گلف افو شده و میخواد بره کف بزنه، یه چیز از اینجا میخواستم بگیرم بیاد پایین، که بعد دیدم اشتباه، اینجا این گلف بوده. همین که این فهمیدم اینجا این گلف بوده، اولین چیزی که طبق پلنم هست چیه؟ اینره. اینرش رو اینجا همینجا ترید زدم، یعنی مارکت وارد شدم اینجا. الان از پایین انتظار اجرا دارید که نوشتید؟ حالا اگه قیمت بیاد اینجا، آره اگه بیاد اینجا بالا، یعنی باید خیلی زودتر بیاد دیگه، نره خیلی اون بعدش بیاد. از یه این گلف بیاد، درسته؟ آره دیگه از این گلف بیاد. این گلف پروتکتدی. بله ببینید، من اگه اینجا یه لیکویدیتی یا همون FL داشته باشم، گفتیم که یه بار قیمت میاد PHL میشه، میره بالا، دفعه بعد میاد اجرا میشه، درسته؟ درسته. ولی یه مطلبی هم که اینجا هست، بعضی وقتا قبل اینکه اجرا بشه اینر خود این کار میکنه، یه بار اینرش ممکنه کار کنه قیمت رو بده بالا، دفعه بعد این بیاد اجرا کنه. مثلا از یه پی ای بیاد اینه رو برداره، بعد این گلف کنه بیاد واسه اجرا، آره درسته؟ آره آره یه همچین چیزی. خب این نیست که همیشه بعد اینکه PHL شد حتما میاد چیز برمیداره اجرا میشه، ممکنه خود اینرش کار کنه، همینجا اینرش کار میکنه. خب کلیت این دیگه. تایم بال تایم، یکی پرسید که چجوری از تایم بالا شروع میکنم تحلیل انجام بدم. خب تایم بالا هم ببینید من یکی چجوری بگم، مثلا میخواین ما طلا رو با هم از بالا به پایین یه بار تحلیل بریم. آره طلا رو بیاریم.
این تایم ماهیانه طلا. درست؟ درست. اولین چیزی که چشم بهش میخوره، ما یه نکته‌ای داریم راجب تو RTM، یعنی راجب FL ها. اگه یه گره داشته باشیم اینجوری، خب تو دل درست. این گره ما چند تا FL داریم؟ یعنی کجا FL داریم ما؟ FLی که واسه ما تو بالا و دل پایین گره تشکیل میشه، یکی از یعنی این نکته رو من یعنی همه پلن ما با این چیدم ها. یه کوچولو اولش بیام، یعنی کل پلن ما با اینا چیدم. وقتی یه گره دارم که تایید میشه، خب بعد اینکه تایید شد یه دهانه اینجا واسه من تشکیل میشه، بهش میگیم دهانه. این دهانه تحت چه شرایطی واسه من FL و قیمت رو هولد میکنه؟ جای درست اینه را برداشت. برداره. اینر برداره. درست. یه چیزی من اینجا اینر دارم، این دهانه اگه بیاد روی اینر بشینه مثلا من میشه خودش FL و این قیمت رو نگه میداره. اگه دهانه نیاد اینر رو برداره که میشه یه جورای همون DP، قیمت که میخواد بیاد سمت این چی میشه؟ میاد خود دهانه ممکنه حتی یه بار با MPL و یه چیزی قیمت رو نگه داره، سطح جعلی بده، در ادامه میاد حتما اینر رو برمیداره. اینجوری میشه. خب این اولین پلن منه، یعنی من نگاه میکنم از شکست یه سطحی، خب داخل میشه، نگاه میکنم ببینم آیا به اینر برگشته یا نه. اگه اینر به اینر برگشته بود که هیچ، میدونم خودش قیمت رو نگه میداره. اگه بر نگشته بود میدونم بعدا میاد هانت میکنه و به اینر میخوره. الان طبق تعریفی که اینجا با هم انجام دادیم، بیان حالا بذار یکم بیان دقیق‌تر بریم روش. ما چیزی که تو LFT بهش نگاه میکنیم چیه؟ یعنی کل مطلب LFT، یعنی کلیت مطلب LFT اینه که از شکست یه سطحی ما یه دهانه تشکیل میشه که این دهانه ممکنه قیمت رو که اگه این دهانه قیمت رو با 50% به بالاش هولد کنه چی میگیم بهش؟ میگیم FL. درسته؟ درست. بعد این که اینجوری شد دقیقا همین مطلب نیست؟ من نگاه میکنم میگیم که تو LFT چی میگیم؟ تو LFT میگیم آقا این میاد هر جا اومد کفش رو زد، خب میریم جای درستش رو ترید کنیم. دفعه اول میشه PHL، دفعه دوم میشه اجرا. خب منتها یه چیزی که من بعداً بهش رسیدم خیلی هم که مهمه اینه که من قبل هر چی، یعنی یه جا وسط مدی میاد میگه که اگه این دهانه‌ای که تشکیل شده هولد انجام بده قطعاً روی DP خودش نشسته. منتها با دیتایی که من دارم و چیزایی که من ترید میکنم این جمله واسم خیلی معنی پیدا نمیکنه. پلن من اینه که خب این تعریف اینره، این تعریف LFTه. خب چیزی که من خودم انجام میدم اینه که از شکست یه سطح هر جا دیدم دهانه تشکیل شد، حتی هولدم انجام داد، خشک خالی نمیام بگم این FLه. من میام اینرش رو پیدا میکنم، یه چیز اینجا اینر پیدا میکنم یا همون RS، به تعبیر دقیق‌تر RSش رو پیدا میکنم. بگیم حالا اینرش رو دفعه اول پلن شماره یک همین که سطح شکست دهانه تشکیل شد، میام قبل هر چی، بدونی که به هیچ جا رو نگاه کنم، حتی بالا F0 نمیدونم چیز این گلف پایین بالا F0 شده، این گلف شده، میام آرسش رو پیدا میکنم. قیمتی که میخواد بیاد سمت این، چون این نیومده روی این بشینه، خب این نیومده روی این بشینه، قبل هر چی میام اینو پیداش میکنم، منتظر میشم ببینم قیمت چیکار میکنه اینا، و من همون اول اینو اوردر میکردم. فقط یکم اسفپ رو پایین‌تر میذارم که اگه بخواد این گلف کنه تو پاچم نره. اینو میگیرم تا یه همچین جایی. این اولین کاری که پلن شماره اولم همینه. خب این یا میاد روی این میشینه و به تعبیر هنر جنگ میشه مثلا برداشته شدن اینر، خب و این قشنگ میره تیپی منو میره و در ادامه کارش میره بالاتر و الکتریکاری که هیچ توجهی به این انجام نمیده اینجا استاپ میخوره.
چون تو الکتی چی میگیم؟ ابتدا همون جلسات اول میگیم که حتما این همین که زیر افل خورد شما برین اینو تریدش کنین به این حالت. به این حالت درسته؟ ولی بلایی که سر ما میاد تو الکتی چیه؟ قیمت میاد اینجوریش میکنه، یا یه ریتریس خیلی کوچیک میده، بعد اینو رد میکنه میره بالا. پس قبل هر چی من میام نگاه میکنم ببینم آیا این روی این این اینری یا دی پی که من اینجا هست قیمت بهش خورده افو شده یا اینگولف شده. اگه اینگولف بشه من میام جای درسته رو میگیرم، ولی اگه اینگولف نشه افو بشه من خودم تریدم یعنی اینجا اوردرم رو کاشتم به هوایی که میخواد بره بالا. یعنی چون ما میدونیم این جهت رونده و اکثر تریدهای خلاف جهت چیز میشه استاپ میشه، پس این چجوری بگم، بهترین حالت اینه که من خود اینو ترید کنم تا بیان جای درستش رو ترید کنم. گیرم اگه این پلن شماره یکم، پس کاری که انجام میدم اینه که همین که دهان تشکیل شد هولدم انجام داد، نمیام فور الکتی رو تریدش کنم، میام اینرش رو در میارم، میگم آقا این حالت اول میخوام ببینم چی شد. اگه این اومد چی میگم بهش، اومد واسم تیپی شد که هیچ، من کارم انجام دادم، پوزیشنم رو گرفتم، تموم که هیچ. اگه این اومد، این پلن شماره یک، پلن شماره دو از اینجا شروع میشه که اگه این اومد زیر اینر یا دی پی منو زد، پلن شماره دو من فعال میشه. پلن شماره دو چیه؟ همون الفتی. آره الفتی، پلن شماره دوم الفتیه. الفتی اینجا مثلا فعال میشه و من انتظار دارم قیمت بره پیچرش کار کنه. خب تا کجا میتونه این کار کنه؟ RS پایین اینم در میارم، یه چیزی میفته حالا اینجا. این تا اینجا میتونه بره، PHL من تا میتونه تا اینجا رو بره. پس پلن شماره دوم فعال میشه اگه دی پی یا RS بالای من این گوش بشه و من میام اینو تریدش میکنم این شکلی. یعنی تی پی رو میذارید پایین تر از لو اینجا؟ تی پی رو میذارم دقیقاً نوک جایی که برگشته PHL شده. درسته، لوش. نه، و بهترین حالت اینه که اوریجینش بذارم که اگه حتی اینجا من اشتباه کرده باشم و اینجا افو بود، قیمت برمیگرده از اوریجین میره بالا. بهترین حالتش اینه. خب ولی خب یعنی ریتریس جای درست تا اوریجین میاد اگه پایین افو آره باشه؟ ممکنه تا بیاد، آره ممکنه تا اونجا رو بیاد و من میتونم از اونجا در برم. بهترین حالت همیشه اوریجینه. تی پی بهترین حالت همیشه اوریجینه. خب بعد این پلن الفتی من فعال میشه، تا کجا رو میدونم میتونه بره بدون اینکه هیچ دخلی، یعنی هیچ موردی واسش پیش بیاد، تا آرس پایین. اگه خود PHL برسه به آرس پایین، دیگه اجرای من اینجا دیگه تموم شد، دیگه اجرام کار نمیکنه مگر اینکه بیاد دوباره آرس پایین رو اینگولف کنه، اینگولف کنه بعد بیاد یا بیاد از این وسط ها برگرده اینجوری بشه. دوباره تا کجا کار میکنه؟ تا آرس پایین. یعنی آرس پایین واسه هم معیاره. یه لحظه ممکنه بیاد بخوره آرس پایین و فکر کن الان اینجا PHL شده، اجرا شده، دفعه بعد من چی رو میخوام؟ اینرش رو میخوام، ولی قیمت رفته خورده آرس پایین، دوباره برمیگرده میره بالا. این احتمال رو میدم. پس در کلیت من کاری که انجام میدم، پلن شماره یک همینه که همین که سطح من شکست دهانه تشکیل شد، حتی دهانه با 50% هم هولد انجام بده، من نمیام فوری PHL بگیرم، نگاه میکنم ببینم آرس اینجا یا همون اینر من کجا میفته. اینر رو در میارم، پلن شماره یک خود اینر رو ترید میکنم مثل چیزی که اینجا هست. خب اگه این گلف شد میرم دنبال PHL. من از وقت این کار رو انجام دادم به سوددهی رسیدم. ولی قبلا می اومدم چارت اینجا مثلا الس شده میخوام الس بگیرم، اونجا فلان شده اونو بگیرم، اوردر فلان میخواستم. این کاری بود که انجام میدادم و همیشه یه جورای ناامید میشدم. الان با این چیزایی که اینجا گفته شد ما بریم همینجا. خب
ما اینجا یه دونه گره داریم جناب که ترابی تبدیل ببخشید وسط صحبتتون، میکنم. چون فکر کنم الان کمک کنه، چون با توجه به پلنتون فکر کنم خیلی استاد باشید رو اینر گرفتن و حالا من که خودم خیلی مشکل دارم رو اینر. حالا دارید توضیح میدید، اگه ممکنه یه خورده این که اینرتون رو چجوری دقیق در میاریدم یه خورده بیشتر روش فوکس کنید، بیشتر ممنونتون. چشم میگم بیا چشم. ببخشید. خواهش میکنم. کلیت وقتی من چارت طلا تایم بالا رو میارم، چشم اولین چیزی که میبینه این سطحه، همین سطحی که شکسته، خب، و واسه من دهانه و یه جورایی لیکویدتی تشکیل شده. میبینید؟ یه مطلبی هم جا موند، بذار اینم بگم، اینم حیف نگم. ما تو LFT دوباره گفتیم که هر جا یه سطح داشتیم، من اینو خیلی تاکید میکنم یعنی میبینم خیلی بچه‌ها FL پیدا میکنن بدون اینکه نگاه کنن آیا این یه سطحی از شکست یه سطحی به دست اومده یا نه. یعنی اکثر مشکلی که خودم هم اول داشتم، مثلا اینجا یه چیز اینجوری باشه، یه چیز اینجا اینجوری باشه، نمیدونستم چی رو بگیرم FL. همش برین سمت چپ ببینید این کدوم یکی از اینا از شکست یه سطح معتبر به دست اومده یا اینجوری نشده. مثلا بیاد اینجا یه کوچولو یه دونم اینجا به ما بده اینجوری. اینا رو خیلی بهش اعتبار ندین. چیزی که معتبر همین نوک بالاییه. خب آخه بعضی وقتا FL نمیده نوک بالای، اوریجینش میده بهمون. خب ما تو LFT ما اینو داریم دیگه. ببین یه پلن شما واسه خودتون باید یه پلن بشینین. مثلا پلن من واسه خودم اینه که من از نوک چی بگم، همین نوک ها رو به عنوان چیز سطح میگیرم که بهم FL میده. نمیام یه چیزی از اونجا پیدا کنم که از شکستیم بهم FL بده. جناب ترابی مگه اون نوکر رو یه چیزی سمت چپش نگه نداشته؟ یه FLی سمت چپش اون نوکر رو داده پایین یا داده بالا دیگه. این نوک اما رو چون اون نوکه به اون FL نزدیکه، احتمالاً اون FL داره میشکنه دیگه. حالا چیزی که از قدیم غیر از LFT از قدیم تو مباحث بودش فکر کنم این شکلی بود. اما خب حالا اون FL نزدیک به این نوک است، چون این نوک احتمالاً مثلا رو 30% بالا 60% بالاش زده. در نتیجه وقتی نوک میشکنه اون FL هم فکر کنم باید شکسته باشه، نه باید اینطوری باشه، یا نه خود نوک بشکنه کافیه برام. نه، چیزی که ما تو ببین حرفایی که شما زدین خیلی رفت دیگه جزئیات. خب من تا این حدشو واقعا نمیدونم. من چیزی که واسه خودم دارم اینه که من نگاه میکنم حتما از شکست یه سطحی باشه، شکست سطح ماژور یا معتبر بگم بهش. نمیام یه چیزی از شکست اینجا پیدا کنم اینجاها بیام بگم اینجا یه چیزی FL پیدا میکنم واسه خودم. من این نکا رو بیشتر اهمیت میدم بهش. مهدی حالا این جان، بله یه سوال ببخشید، این سقف رو میتونیم بگیم این سقف خودش PHLه؟ ببین الان تو چارت شاید اینجا 50 تا 60. آره دیگه. نه این چرا گلفه. میخوایم بریم سمت این؟ چرا اصلا میخوایم بریم PHL؟ اصلا چرا خیلی دارن سختش میکنین؟ شما نه یه سطحی رو این پیدا کنین. گلفه که رد شده دیگه. این گفت آره PHL دیگه. ببین PHL پایینشه. PHL و اگه بشه درسته، بخواد اینجا PHL میشه. حالا درست، ممکنه اینجا PHL بشه ها. بله. ممکنه بشه. حالا خیلی سختش نکنیم. ببین ما بحثمون اینه که من دیدم که بچه‌ها یعنی میخوان FL پیدا کنن یکم سر این گیج میزنن که چی رو FL بگیریم، یا مثلا میبینی پشت سر هم 3-4 تا گرهی که پشت سر هم هولد انجام دادن، نمیدونن کدومش رو FL بگیرن. FL رو دقیقاً. ببین سمت چپش، ببینید کدوم یکی شکست و سطح ماژوره، شکست و سطح معتبره، اینو FL بگیرین. یعنی یه تاییدیه از چپ بگیرین. درست. حالا من حرفم ادامه بدم. ببینید ما تو دوباره کاری که تو بحثی که کلیت LFT اینه که ما از شکست یه سطحی یه گرهی به دست بیاد، خب که با 50%ش هولد کنه، که بعداً بیاد بره پایین این FL رو بشکنه. حالا جدا از این کارهایی که ما انجام دادیم بیاد بالا جای درست رو ترید کنیم. خب تفاوت این FL و تامین نقدینگی سر چیه؟ تو تامین نقدینگی ما میگیم که
بعد از شکست بیاد همچین کاری انجام بده. درسته؟ درست. یعنی FL واسه ما اینجوریه. ببخشید این قسمت رو اگه ممکنه یه خورده بیشتر توضیح بدید که این تامین نقدینگی رو همین نقدینگی همین دقیقا میخواستم همین رو بگم. همین نقدینگی رو دیدین تو دوره یا نرسیدین بهش؟ توی این دوره نرسیدم نه. نرسیدین بهش؟ هیچکی نرسیده به این فعلا به این چرا؟ هایلو من خوندم. هایلو دیگه. چرا خیلی از بچه‌ها همه کلیپ‌ها رو دیدن. اوایل دوره است دیگه. بله. این که اوایل دوره است. خب حالا ما میخوایم بدیم این تامین نقدینگی جریانش چیه؟ تامین نقدینگی وقتی یه جا استاد همتی عرفان از استاد همتی میاد میگه که استاد من میرم تو چارت از هر 10 تایی که این شکلی میخوام بگیرم 9 تاش استاپ میخوره. از 10 تایی که این شکلی میخوام بگیرم 9 تاش استاپ میخوره. استاد همتی میاد میگه که شما هر جا دیدین این شکلیه مطمئن باشین کار میکنه. نه این چیه؟ این همون بعدا میفهمیم این همون تامین نقدینگیه. درسته؟ دقیقاً. این به چی یعنی میخوره؟ حتی بدون هولد. حتی بدون هولد. این تامین نقدینگی که میشه یعنی در واقع چیه؟ خب در واقع دقیقا همین مطلبه که آقا ما از شکست یه سطحی یه دهانه مثلا تشکیل شده که به نیومده دی پی خودشو برداره، اینر خودشو برداره. یه همچین اتفاقی افتاده. حالا اینجا خیلی بدون جزئیات، این میشه با جزئیات. یه دهانه با امپیلش نگه داشته رفته بالا، اومده اینه رو برداشته رفته. حالا این دوتا رو ما یکی کنیم میشه همین شکل اینجا. خب در واقع چی شده؟ در واقع این تامین نقدینگی که اینجا شکلی گرفته اومده اینر یا همون دی پی رو برداشته. ما میدونیم که اگه این بیاد دی پی یا اینر رو برداره، خب قیمت اگه بعدم بیاد زیر اینو بزنه چی میشه؟ یعنی اومده خود اینر اینگولف کرده. خب وقتی زیر اینر میخوره چی میشه؟ قطعا پی اچ ال من کار میکنه. چرا؟ چون دی پی یا اینر من اینگولف شده. گرفتی منظورم چیه؟ یعنی تفاوت FL با حالت تامین نقدینگی. آقای ترابی ببخشید الان میشه از چپ این رو فعلا مشخص کنید لگه چپش؟ حالا اینکه شماتی که یه همون اینر تو شماتیک. ببین آیا ترابی یعنی الان ساختار کنکن دیگه این چیزو نداره دیگه، درسته؟ ببینید ساختار کنکنم بذار بکشم. ما این حالت این همون سطح ما قیمت میره بالا، یه بار میاد اینجوری میشه، بعد میاد اینجوری میشه. این هم حالت کنکن یا همون تامین نقدینگی. درست؟ درست. بله. ببینید فکر کنم نتونستم بگم مطلب رو براتون. ببین ما مگه همینجا نگفتیم که گفتم اولین پلن من هر جا دیدم یه سطحی شکسته یه دهانه‌ای داره که هولد انجام داده، اولین پلن من گفتم چیه؟ گفتم بدون اینکه نگاه کنم به چی شده میام اینرش رو پیدا میکنم. خب اگه قیمت اومد زیر اینر رو زد بعد میرم دنبال پی اچ ال میگردم. اگه اینر رو نزنه خود اینر رو تریدش میکنم. چرا؟ چون در جهت رونده. تا اینجا حله؟ بله آقا. ما گفتیم شرط این که پی اچ ال کار کنه چیه؟ بیاد اون این رو اینگولف کنه بعد برگرده. اینر دی پی آر ال هر چی که اسمش رو میذاریم، خب بیاد اینو اینگولف کنه. خب حالا فرض کن یه همچین موردی پیش میاد. فکر کن این بیاد روی این بشینه. به جای اینکه این هولد انجام بده بیاد این روی این بشینه بره بالا. این یعنی چی؟ یعنی اومده اینه رو برداشته رفته، یعنی سفارشات رو برداشته رفته. خب الان قیمت بیاد زیر اینجوری بشه، بیاد زیر تامین نقدینگی رو بزنه، ما دوباره مگه نمیریم پی اچ ال بگیریم؟ درست آقا مهدی، درست. از حل این مورد یعنی وقتی
تفاوت این که وقتی اینجا PHL میشه با تفاوت این که تامین نقدینگی میشه با FL چیه؟ چون همتی میگه که هر جا تامین نقدینگی شد مطمئنا PHLش کار میکنه. اگه بیاد زیر تامین نقدینگی زده بشه، یعنی بیاد آره 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 دقیقاً آره دقیقاً آره تو تامین نقدینگیه این حرکت دومی میاد افو شده رفته بالا. وقتی زیرش زده میشه چی میگیم بهش؟ قطعا میدونیم یعنی اینر اینگولف شده. خب مهدی جان یه سوال. آره مهدی جان ببخشید، بفرمایید. رو این اینه که فرمودین، ببین بار خب اول که میخواد بیاد بهش واکنش نشون بده یا اینگولف میکنه یا اف او، درسته؟ بله اینجا رو تاچ ترید میکنین یا منتظر میمونین من حالا تاچ ترید برگرد؟ میکنم. نه من یعنی تاچ تریدش احتمال میکنم. استاپ خوردن هم داریم دیگه. آره احتمال استاپ داریم، فقط یه مطلبی ببین من که میخوام اینو بگیرم خب درست. یعنی پلن شماره یکم همین دقیقاً همینه. اگه همین که دیدم سطح من شکست دهان تشکیل شد یه هولدی هم انجام داد، خب بله. یه هولدی هم انجام داد، میام این با خودم این کار انجام میدم، میام یه چیز اینجوری میکشم، بعد میگم این واسه من شد حالت چی میگم بهش نقدینگی، میام آرس بله. اینجا پیدا میکنم، آرس اینر دی پی هر چی. درست. خب یه چیز اینجا پیدا میکنم. مونتا استاپی که روش میذارم این شکلیه، میذارم یه کوچولو پایین‌تر میذارم که درست. حتی اگه اینو تاچ رید میکنم، بله. از 10 تا مورد 7 تا 6 تاش واسه من تیپی میشه. درست. 6 تا 7 تاشو تیپی میکنم. خب این میاد اینجا، خب یا این میاد اینو بهش میخوره افو میشه، بله. همون اینر برمیداره میره بالا. این پلن شماره یکم. خب یا این میاد اینو اینگولف میکنه، همین که اینگولف شد پلن شماره 2 من همون LFT فعال میشه، میرم فوری اینو در میارم، جای درستش رو پیدا میکنم، خب و میام اینو این شکلی تریدش میکنم. یعنی تیپی شما اینجا میشه جای درست. آره دیگه درست. تیپی من درست. فهمیدم. بله. آره دیگه. آره پایینی رو که لانگ گرفتیم بای گرفتیم، تیپی آره میشه دیگه جای آره درست. دیگه آره چون احتمال چون میدونی چرا؟ حالا اگه بخوام 2 تا پوزیشن بگیرم یکیشو میذارم آخر سکتش. اگه من آرس اینجا رو اشتباه درآورده باشم یه لحظه و من فکر میکنم اینجا افو شده، من اشتباه درآوردم فکر میکنم اینجا افو شده، نگو من اینجا افو نشده و میخواد بره PHLش کار کنه. بله. خب واسه همین اولویت اول رو میذارم که شاید نکنه من اشتباه انجام دادم و این گلف شده، اطلاع ندارم این گلف شده، پس PHL من کار میکنه، پس تارگت من PHL همینجا میشه. درسته دقیقاً. مرسی. این پلن یک، اینم پلن 2. من وقتی میرم سر چارت من نمیرم، یعنی من شخص خودم پلن واسه خودم اینجوری چیدم که من نمیرم چیز دیگه پیدا کنم، من فقط دنبال اینم که یه سطحی بشکنه، یه سطحی باشه این بشکنه، یه چیز اینجا تشکیل بده. همین که اینو دیدم میام دی پی در میارم، اینر در میارم، پلن اول پلن دوم. اینا رو نبینم چیزی ترید نمی‌کنم. خیلی عالی. خیلی ممنون آقای ترابی. اون تامین نقدینگی هم که فهمیدید من اشتباه کردم. آره اونو اول دوره توضیح دادم، من با یه موضوع دیگه یه لحظه اشتباه گرفتم. فقط یه سوال من الان اگر فرض کنیم بخوایم لایو بیت کوین رو ببینیم براتون این حالا دی پی یا اون جایی که میشکنه مثلا 28400 تقریبا، درسته؟ حالا بذار من بریم رو بیتم نگاه میکنیم، چون من واقعا الان حضور ذهن ندارم دقیقاً کجاست. الان میریم چک میکنیم با هم. فعلا مثلا بذار تو ادامهش بگم، نمیخوام بحث گاتی بشه. خب الان بریم دنبال. بفرمایید. میتونم یه سوال بپرسم؟ بله بفرمایید.
آمیدی این شکل شماتیکی که اووردین همین چند لحظه قبل، خب یه خب سوال داشتم. اونجا که شما میفرمایید RS رو برداره، خب خیلی خب وقتا من تو چارت دیدم شارپ میریزه، من یه دونه گره فقط میبینم که هول داده قیمت رو رفته قله رو زده، از اون قله با یه کندل شارپ ریخته. اونجا من RS رو بخوام پیدا کنم چیکار باید بکنم این که محدوده رو میگی بفهمم نه؟ این گالف شده یا نشده؟ این محدوده رو میگی دیگه آفر یعنی اینجا که بنفش کشیدید، دایره بنفش، خب بله شما از لگ سمت راست، یعنی از قله که برگشته اومده پایین، آرس رو پیدا میکنید. ولی بله خیلی وقتا من دیدم حتی تو بورس ایران یا جای دیگه، مثلا یه دونه از لگ سمت چپترش ما یه دونه حالا اف المانی یه دونه گره داریم، اینو هول داده رفته بالا قله رو زده، ولی وقتی بله رسیده به قله شارپ ریخته اومده پایین. من اینجا بخوام آرس پیدا کنم یا حالا هر اسمش شاید اشتباه بگم، هر چی پیدا کنم که بفهمم این گلف شده یا نشده، اینو چیکار باید کنم؟ ممنون میشم اگه بگی. بله چشم. ببین اینی که شما میگین دوباره میریم بحث اینکه چجوری آرس در بیاریم. شما اجازه بدین من اینو کامل کنم این مطلب رو. خب یه تایمی بله هم میذاریم نحوه آرس در آوردن. خب خیلی من چون ببین الان بحثش خیلیه، دقیقا اصلا این بحث. باکسی که شما کشیدید آقا مهدی، بله عذرخواهی بفهم. میکنم ازت و بچه‌ام که وقت رو میکشن. دقیقا ببین این الان شما گذاشتی رو لگ سمت راستی که ریخته. خب من فقط بله عرضم اینه که اگه یه ذره امتداد بدی به سمت چپ، منظورم اینه که آفرین، منظورم اینه مثلا من یه گره میبینم که این سمت چپ اینو هل داده رفته بالاها، ولی وقتی بله ریخته اومده پایین دیگه هیچ گره ای نمیبینم، مثلا تا همین پایین که اومده اون دره ما، حالا اون کف و زده رفته بعدش بالا. اینو اگه هر موقع وقت کردی به من یه راهنمایی کنی ممنونتون میشم. ببین خیلی مطلب رو سختش نکن واسه خودت. ما اینجوری بگو که من از این پیوت یه دونه آرس میخوام. خب بله نگو اینجا یه چیزی اینجا شده اونجا شده، بگو آقا من کلیت از این پیوتی که اینجا شده من یه دونه آرس درسته. میخوام. خب بعد اول بله باید نگاه کنی ببین این پیوتی که اینجا شکلی گرفته میتونی بفهمیش چه مدلیه. ما گفتیم که واسه این پیوت ها چیزی که تو RTM تعریف شده کلا پیوت این شکلیه. یعنی پیوت در حالت کلی، در حالت استاندارد اینجوری تعریف کردیم که یه شونه چپ داره که قیمت یا بله میاد QM رو برمیداره یا LS رو برمیداره. ولی تو طبیعت مارکت ما 4 حالت داریم. این ساده ترین حالتی که چشممون اصلا اینو نمیبینه. حالتایی که چشم دقیقاً شکلیه. بعضی وقتا ما شونه چپ رو داریم، شونه راست رو نداریم، میشه این شکلی. بعضی وقتا شونه راست رو داریم، شونه چپ رو نداریم، میشه این شکلی. خب بعضی وقتا بله هم نه دقیقاً شونه چپ داریم نه شونه راست داریم، میشه این شکلی. و این حالتی که شما میگین شارپ میره شارپ هم میاد، بیشتر رو بورس ایران دیده میشه این. دقیقاً شما اول باید تشخیص بدین این پیوتی که اینجا هست کدوم هست، از این 4 تا حالت کدوم یکیه، که بر حسب اون حالا من یه چند تا روش در آوردم، قطعی نیست ولی خب یه چیزایی در آوردم که اگه اجازه بدین، چون الان بحثشو بخوام اینا رو دونه دونه بگم بله. خیلی میکشه، تو ادامه خیلی میگم. ممنون، خب بزرگواری میکنیم، ببخشید خیلی نه ممنون ازتون. خواهش می‌کنم موردی. سلام آقا ما مهدی، وقت بخیر. سلام خدمت شما. امیرم تو گروه گفتم که یه نکته اومدم گفتم، بچه‌ها گفتین که یادم بنداز توی میت بهتون بگم خب بحث چی در بود؟ مورد نقدینگی‌ها، تامین نقدینگی ساختارش. چی بود بحثش؟ کلا یادم رفت. آیه همتی میگه که دو نوع ساختار تامین نقدینگی داریم، خب یکی تی ام، یکی هم اینگول پی ای سیکرت و آها اف. یادم افتاد. حالا اونا گفت آره میگم چشم، اونم میگم چشم، موردی نیست. ممنونم، مرسی. چشم. ما تا اینجا اومدیم گفتیم که ما همیشه دنبال یه شکست یه سطحیم که از شکستش یه دهانه‌ای باشه، یا هولد انجام بده یا هولد انجام نده، یا تامین نقدینگی تشکیل بشه. همین جای طلا تو تایم ماهیانه من
این سطح رو میبینم، خطش رو میندازم. خب من نیام نگاه میکنم، میبینم از شکست اون سطح یه حالت تامین نقدینگی اینجا شکل گرفته. لیکویدیتی این میرم قبل اینکه اصلا این همین که سطح رو دیدم شکسته، قبل هر چیزی من باید برم دنبال این خب RS اینجا رو در بیارم که ببینم این اومده روی اینر نشسته، روی DP اینر RS هر چی روی این نشسته افو شده یا میخواد بعداً بیاد روی این دوباره افو بشه. ولی اکثرا 99% مواقع، حالا بگم 100% مواقع، هر جا تامین نقدینگی دیدم من مطمئنم این نشسته. و چون این تامین نقدینگیه، حالت تامین نقدینگی حالت کن هر جا اینو دیدم من مطمئنم این برداشته. خب و میره سقفشو میزنه که همینطور رفته سقفشو زده. پس من تا اینجا من میدونم که یه دونه سطح دارم که این شکسته تامین نقدینگی شده و این اومده اینجا رو جای درست اینجا رو برداشته، یه چیز از اینجا رو برداشته. یه تا میرم پایین‌تر. آره چون مگه ما نمیگیم که اگه یه سطح داشته باشیم که بیاد تامین نقدینگی بشه این حتما اومده آرز برداشته. خب حالا این چه کن باشه چه حالت نوع اول باشه، خب وقتی تامین نقدینگی شده این حتما برداشته. حالا اگه من بخوام چیز بشم مطمئنم بشم، میرم این پیوتش رو بررسی میکنم. خب این پیوتش رو بررسی میکنم، آرستش رو در میارم ببینم آیا واقعا روی این نشسته یا نه. پیوتش رو که نگاه میکنم، همون اولش نگاه میکنم چه حالتیه. این حالتیه که اومده شونه چپ رو نداره، شونه راست داره. خب این شونه راست خودش چندین تا حالت داره. این حالتی که چشم اینجا میبینه این شکلیه که این اومده یه حالت چیزم اینجا تشکیل داده، دوباره توی این تو اینجا یه حالت کنکنی هم دوباره اینجا تشکیل داده، یه اینجوری شده. حالا این مدلش رو من واقعا خودم نفهمیدم چجوری آرستش رو در بیارم. حالا تو ادامه بحث آرست برآوردن میایم سمت این. ما کلیت اینجا دیدیم که این شکلیه و این رفت سقفش رو زده. حالا تایم پایین‌تر میخوام برم. من تو دل از همین یه گره اینجا تشکیل شده دیگه. یه گره اینجا تشکیل شده، درسته؟ همین که گره رو دیدم من چیکار میکنم؟ من فوری میام گره من تایید شد، قبل هر کاری میام اینر اینجا رو در میارم. یعنی من هر جا گره دیدم، اینو تو ذهنتون باشه، هر جا گره دیدین همین که گره تایید شد اولین کاری که انجام میدین میان اینر اینو در میارین. خب اینر اینو در یا آرس بالا اینو در میارین. حالا این گره لامصب شکلش یه جوریه که واقعا در آوردنش یکم سخته، حالت کنکنه و من باید یه چیزی از اینجا پیدا کنم. خب یه چیز اینجا که نمیدونم واقعا الان نمیتونم، حالا یه چیزی باید من از اینجا پیدا کنم که من خودم شخصا فکر میکنم این گره اومده اینه رو برداشته. این گره یا من یا اشتباه میکنم. این گرهی که اینجا شکل گرفته همین لیکویدیتی، خب این فرم نیست، این شکلی دیگه. آره درسته. الان اینرش اون فکر کنم من باید یه یعنی افعال باشه که هولد کرده بالا. آره تو حالتایی که شده یا هولد کرده. تو حالتایی که شکل کنکنه مگه ما نمیگیم که حالتایی که کنکنه یا این حالته یا یه چیز اینجا هست یه بار قیمت رو نگه داشته بعد اینجوری شده. خب یا این حالته. آره یا سکرش شده. آره یا سکرش یا خود این نگه داشته. مهم اینه که من خود اینو پیدا کنم. خب من باید اینو پیدا کنم که بفهمم قیمت تو برگشت اومده اینو برداشته یا میخواد برداره اینجوری. حالا قبل اینم چون اگه ما فرض کنیم این حالته، چون قشنگ مشخصه اینی که رفته بالا
حالا بگم RTP، من دقیق نمیدونم واقعیتش. حالا فرض کنیم آره دیگه، حالا فرض کنیم RTP. حالا فرضش کنیم RTP. حالا بعضی وقتا میاد چی میشه؟ بعضی وقتا بعد شکست اینجا میاد جای درست اینجا رو برمیداره. جای درستش برمیره بالا. پس اگه اینجوری شد کل سفارش ها میره تو دل این. که من فکر میکنم، مطمئن نیستم ها، من واقعا نتونستم اینو در بیارم، فکر میکنم این گره اومده برداشته. آقا مسی من یه چیزی میتونم بگم، حالا شاید کمکی بشه. این از بله. سمت شب خب تو گیرهای کن حالا چیزی که خب. من متوجه شدم به اشتراک بذارم، شاید یه چیزی در بیاد ازش. ببین بله. معمولا حالا صحبتی که میشه اون جاهایی که میخواد قیمت رو نگه داره در واقع یه فلگ لیمیت. فلگ لیمیت چیه؟ فلگ لیمیت یعنی حد پرچم، یعنی جایی که میاد یک رنجی رو نگه میداره. خب. و اصلا حالا ممکنه فیلیپ هم بشه. خب بله. الان اینجا باهات کاملا موافقم. ببین گره سمت چپ که شارپ رفته بالا، بعد اومده ساختار کن رو تشکیل داده. خب بله. خب. یه ساختار داره، یه ساختار نقدینگی به نظر من داره که الان دقیقاً کاملا باهات موافقم که گره رو اومده برداشته. ببین الان اندروتیزم نیست، نمیتونه آدم بکشه. ببین بعد اینکه سقف و دیده اومده پایین یه RTP تشکیل داده، درسته؟ اینجوری میگی؟ آره بعد از اون اومده پایین یه RTP تشکیل داده. خب. احسن. اون RTP ببین گره حاصل از شکست RTP اگه بکشی دقیقاً الان قیمت خورده اونجا. یکم کوچیک‌ترش کن. چی رو کوچیک‌تر کنم؟ همین باکسی که کشیدی رو کوچیک‌ترش کن، سقفشو بیار پایین‌تر بذار رو. آها ببین گرفتیشا. بیار پایین‌تر. دوباره بیام. آره ببین کف رو یه کوچولو بیار پایین‌تر. آره. سقف هم بیار پایین‌تر. آها. ببین این گره حاصل از شکست RTPه. خب حالا اگه باز اینو بخوایم بهینش کنیم دیگه، ببینیم ساختارش کدومه، بیایم بر اساس اون بهینش کنیم. اگه بخوایم ناحیه رو کوچیک کنیم، اگه بخوای همینجوری بگیری حالا بری بقیه‌اش رو توضیح بدی که همین درسته. سمت چپم که می‌خواستیم RTP به دست، که می‌خواستیم گره رو به دست بیاریم که ببینیم اون RS رو برداشته یا نه، یه همچین حالتی بود. یه لحظه میری سمت چپ، اونجا رو من شک دارم که این گره اومده برش داشته یا نه. ببین همین جایی که کشیدی. خب الان ببین گفتی که شونه راست داریم، شونه چپ نداریم. این شونه راست رو یه فلگ دیگه بالای کپس دیگه، درسته؟ این کپس رو چی نگهش داشته در سمت چپ؟ یه گره هست. توی قسمت چیزم آریا از استاد همتی میپرسه که خب این چیز نیست که بعد خودت هم پشت بندش میای میگی که اون جایی که آریا گفت اون نیست، این پایین‌تره. آریا چی میگه؟ میگه اون گرهی که میاد نگه میداره این فلگ لیمیتر رو، خب اون میشه چی؟ اون پرچم رو نگه میداره، اون میشه گرهیه که میاد به ما واکنش میده، که بعد خودت اعتراض میکنی بعدش اگه یادت باشه میگی که نه بالاتره. الان ببین ما دقیقاً اینجا هم همون حالت رو داریم که صحبت بین شما و آریا بود. الان اون گره پایینی که این کپس بالا رو نگه داشته اونو باکسش الان نبوده، اون نقره بوده. میدونم میگم شبیه این اتفاق افتاد. خب الان ببین این گرهی که این کپس رو نگه داشته در سمت چپ که بعد شارپ رفته بالا، میبینی یک گرهیه اینه دیگه، یکی اون یکم پایین ترشه. حالا اینو میخوام ازت بپرسم، یکی پایین تره، پایین این که سطح نقدینگی هست پایینه که رنج زده سمت چپ قبل از شارپ بره بالا، این پایین. آفرین همین گره. ببین این نگه داشته دیگه، درسته؟ آریا میاد همچین چیزی میگه، بعد شما میای میگی که نه اون گره ما بالاتر. الان یه فلگ لیمیت، ببین این پایین داریم، اون بالاش هم یه چیزی نگه داشته که قیمت بین این دوتا چیز شده دیگه، نوسان داده، درسته؟ خب الان کدوم یکی؟ الان دوتا ما چیز داریم، گره داریم، از بین این دوتا باید به دست بیاریم، درسته؟ الان از بین من کلا نمیفهمم منظورت از این حرفا چیه. نگاه کن، میخوام اینو بهت بگم. الان همون آرس رو در بیاری یا میخوای چی رو بگی؟ آرس دیگه. الان گفتم این آرس در بمونه ها، چون بریم تو بحث قاطی میشه ها. من الان چیز دیگه ای رو بگی. من می‌خواستم یه چیز دیگه رو بگم کلا. اصلا من داشتم بالا به پایین تحلیل رو داشتم میگفتم. من میدونم فهمیدم منظور چیه. بخوایم بریم دنبال آرس کلا میخوره یعنی چیز میشه، قاطی میشه بحثا. چون گفتم که شاید مثلا اینو بخوای در بیاری بعدش مثلا اگه بخوای تحلیلش کنی. نه من صرفا میخوام
میخواستم واقعیتش اینه که نحوه از بالا به پایین اومدن رو بگم، از نحوه بالا به پایین اومدن چیز رو بگم. یعنی من خودم شخصا کاری که انجام میدم، الان یه سرم میریم بیت هم با هم نگاه میکنیم، بیت و اتر هم با هم نگاه میکنیم. یعنی اینو میخواستم من کلت بگم که من از بالا میخوام بیام پایین نگاه میکنم جریان چیه، نگاه میکنم میبینم یه سطحی دارم که شکسته، این وقت سطح شکسته چشم اینو میبینه که حالت تامین نقدینگیه و چون حالت تامین نقدینگی مطمئن میشم که تقریبا این برداشته، پس همه چی تو دل اینه. خب اگه همه چی تو دل اینه، این گره چه حالتیه؟ این گره حالت کنکن یا تامین نقدینگی نوع 2. پس من در کلا این حرفم که اینجا میزنی اینو میدونی مشکل من چیه؟ من موندم چرا تو اینو آرتیپی میگیری، چرا این آرتیپی نمیگیری؟ خب میگم اون آرتیپی دیگه مگه حالا من نمیدونم واقعیتش، من نتونستم اینجا رو، من خیلی روش فکر کردم نتونستم بفهمم اینجا رو. حالا شاید میگه گره حاصل از شکست آرتیپی، حاصل شکست آرتیپی، این واسه من منطقی نیست اصلا. چون استاد همتی همچین چیزی میگه مهدی جان. میدونم آرتیپی من میدونم آرتیپی گره شکست آرتیپی جریان چه، ولی این نه، اینو من یعنی قبولش نمی‌کنی نه؟ آرتیپی نه، این گره شکست آرتیپی این رفته ام پی ال بالا برداشته. چون سمت چپش هم شارپ چیزی نداری، میگه وقتی شارپ چیزی نداری اینجوری میتونیم به دست بیاریم. حالا بذار این آرتیپی بمونه تو بحث آر اس که آره اگه نمیخوای بحث کنی در موردش، نمیخوای صحبت کنی، پس برو من میرم، فقط من گفتم برم تو بحث آرس یکم اصلا بحثا قاطی میشه، نمیخوام برم فعلا، میخوام این یه دونه تکمیل بشه بعد بریم دنبال. ببخشید من فکر کردم میخوای آر اس هم همینجا توضیح بدی شما. نه اصلا میدونم اون جلسه اون بخوام بگم یکی دو ساعت وقت میبره. حل ببخشید پس نه خواهش میکنم. پس کلیت ما اینجا یه دونه یه گرهی میخوایم که واسمون اینه رو بده که من تو پیدا کردنش مشکل دارم، نمیدونم چیه. حالا کاری به این ندارم، پس کلت میدونیم که اینجا چه اتفاقی افتاده. من دوباره میرم تو دل اینجا یه چیزی رو چشم دوباره میبینه. آقا من با فرض این که احتمالاً این گره اینه رو برداشته و خودش حاوی سفارشه، این گره از سمت چپ شاید برداشت، شاید هم برنداشته، کاری بهش ندارم. دوباره من که میام تایم دیلی یه دونه این سطح رو میبینم که این سطح شکسته. درست؟ اینم پاک کنم. همین که این شکسته واسه من سطح جریه دهانه‌ای که هولد انجام داده دوباره تشکیل شده، یه همچین چیزی. همین که اینو چشم دید، پلن شماره 1 فوری میام از تو دل این آرس رو در میارم. آرسی که من خودم در آوردم یه همچین چیزی بود. خب یعنی من باید اینجا اینو تریدش میکردم این شکلی تا کجا؟ تا پی اچ الی که میخوام باشه، تقریبا یه چیزی تو دل اینجا. خب پس این حالت اول، یعنی از شکست این سطح رو دیدم، دهانه تشکیل شده، دهانه هولدم انجام داده، با 50% هم یه جورایی میشه گفت آره با 50% هم هولد انجام داده. من این میشه واسه من LFT یا همون FL، همون لیکویدیتی هرچی پلن LFT من واسه من اینجا فعال میشه. چرا؟ چون تشخیص میدم اگه اشتباه نگم، اگه اینجا RS پیوت من اینگولف شده. خب و من یه چیزی از اینجا تقریبا اینو میخوام. تا اینجا مشخصه؟ بله واضحه آقا. ولی این حرفایی که گفتم اینجا، ولی به شخص خودم با فکر میکنم چیزی که میخواد واکنش بده اینه ها. حالا بمونه بعداً بحثش یه جا دیگه با هم میکنیم. من فکر میکنم یه چیزی اینجا میخواد واکنش بده، نه خود این. حالا بحثش بمونه واسه بعد. ولی چیزی که ما تو پلنمون یاد گرفتیم فعلا همینه که همین که دهان شکست زیر اینرم خورد، من بیام اینو بگیرم. تا اینجا هم که کار کرده. حله؟ اینم تایم بالا به پایین. حالا یه دونه با هم بیت هم نگاه کنیم. آقا مهدی ببخشید گفتی بالاییه به خاطر ساختارش گفتی؟ نه بذار بمونه. آخه این گفتنش نمیخوام بحثم پیچیده تر بشه. بذاریم یه کاری انجام بدیم. بذار بحثم در حد نرمالش ببریم جلو. خب دوباره برمیگردیم حالا بحث ادامه بحثا هم با هم انجام میدیم. مرسی. خب
چون من کلیت همه رو در نظر میگیرم. بعد این چیزم که خودم فکر میکنم شاید اشتباه باشه. خب مثلا نمیخوام چیزی بگم. بریم ما دنبال بیت کوین هم با هم نگاه کنیم. BTC USDT. تایم همه چی رو پاک کنم من. تایم ماهیانه. خب من یه سطحی دارم اینجا. سطح من شکسته. خب آیا از شکستن سطح واسه من دهانه تشکیل شده که با 50% شولد انجام بده؟ نشده دیگه. درسته؟ کاری به اینا ندارم. همین که دهان شکست هولدم نداره، کاری بهش ندارم. اولین کاری که انجام میدم میام از اینجا آرسش رو در میارم. آرس، اینر، هرچی یه چیز از اینجا در میارم میدم جلو، میبینم این اینگولف شده. بخوام دقیق ترش رو نشونتون بدم که خودم درش آوردم، این شکلیه. یعنی این سطح رو دیدم شکسته. فوری رفتم تو دل این آرس اینجا رو در آوردم. آرسش رو که دادم جلو این شکلی اینگولف شد. خب بعد یه چیزی هم من اینجا بهتون اضافه کنم. ما وقتی یه سطحی داریم که میخوایم انتظار داریم این میشکنه، بعد دهانه تشکیل میشه اینجوری. خب این حالتی که نقدینگی یا حالتی که اینجا تشکیل میشه خودش 3 حالت تا حالا من دیدم رو مارکت. این بعضی وقتا قبل اینکه بخواد سطح چیز رو بشکنه، این سطح رو بشکنه، خب قبل اینکه این سطح رو بشکنه نقدینگیه رو تشکیل میده. اینجوری میشه. قبل اینکه بخواد سطح بشکنه این حالت نقدینگیشو انجام داده. یه حالتش هم که دیدم رو چارت، این بعد شکستن سطح نمیاد همین رو تشکیل بده، میره بالاتر یه چیز اینجا تشکیل میده، بعد میاد سمت پایین. یعنی حالت نرمالی که ما یاد میگیریم اینه که یه همچین حالتیه که دقیقاً بعد از شکست سطح خب یه دهانه تشکیل میشه، هولد انجام میده، یا این اومده آرس اینجا رو برداشته یا بر نداشته، میریم فوری اینا رو چک میکنیم. تو حالتهای بعدی که من دیدم کاری که انجام میشه اینه که قبل اینکه سطح بشکنه میاد این نقدینگی رو اینجا تشکیل میده. حالت داینامیک هم میشه، یه همچین حالتی میشه. بعضی وقتا هم دیدم که بعد اینکه سطح میشکنه نقدینگی یا همین سطح نقدینگی میره بالاتر تشکیل میشه که بعدم میاد دوباره همهشون برمیگردن این جای درسته رو بردارن، یا این گلفش کنن یا بردارن، یه همچین حالتی. خب حالا این 3 تا حالت رو دیدین، ما میریم دنبال اینجا. بعد اینکه این سطح شکسته تو لحظه تشکیل نداده، رفته یه چیزی بالاتر تشکیل شده، یه چیزی اینجوری که برگشته پایین، جای درستی که داشته رو این گلفش کرده. این کدوم حالته؟ این حالته. یعنی برگشته پایین، اینو این گلفش کرده. الان ما چی میخوایم ازش؟ انتظار داریم بره بالا، این FL تامین نقدینگی هر چیزی بره بالا، جای درست اینو برداره بیاد پایین. اینم دقیقا همون چیزی که آخرش ازش میخوایم. روشنه؟ پخش و پلا که نگفتم تا اینجا حرفا رو. اگه فکر میکنین یکم دارم پخش و پلا میگین، بگین یکم جمع جورش کنم. نه درسته دست. نه اوکیه. خوب. ببین من چیزی که چشم دیده اینجا رو میگی، این افتر کوچولیه رو.
آخه این به شکل یعنی اصلا نه حرف درسته. ببین حرف درسته. اینی که اینجا شکلی گرفته اصلا این اصلا شکلش یعنی شکلش به این نمیخوره که بخواد دهانه و این حرفا بشه. اصلا شکلش نمیخوره که خیلی کوچیک‌تر از اونیه که بخواد اینجا مثلا این دهانه و این حرفا باشه. خب پس ما تا اینجا یا مثلا با هم بریم دوباره اتر رو با هم چک کنیم. این اتر خب یه سطحی رو دارم، یه دهانه بهتر از بیت کوین اینجا تشکیل شده. من دوباره کاری که انجام میدم همین که سطح میشکنه، این میرم فوری از اینجا آرسش رو در میارم. یه چیز اینجا آرس در میارم، فوری میام چک میکنم ببینم آیا این گلف شده یا افو شده. خود اولش هم ترید میکنم، کاری ندارم میخواد این گلف بشه نمیخواد. کجا رفتیم؟ کاری هم ندارم که این چیه، همون اولش رو ترید میکنم. یا آره یه لحظه آره یعنی پلن من بخوام یه مروری هم باشه بهتون، یعنی کل پلن من اینه که من دنبال یه سطحیم که این بشکنه. همین که شکست، کاری که انجام میدم اول دفعه میرم آرس اینجا رو در میارم. خب آرس اینجا رو در میارم، یا این میاد روی این میشینه، پلن اولم، یا میاد روی این میشینه میره بالا، یا این گلف میشه میرم پلن دوم، پلن الفتیم فعال میشه. اگه تشخیص دادم که این گلف شده، میرم فوری اینو در میارم، میگم که پی اچ الشو میخوام. این کاریه که من از مارکت میخوام و دارم روی این کار میکنم. من الان دیدم که وقتی که این نقدینگی همیشه اینجوری شکل نمیگیره، بعضی وقتا قبل اینکه این سطح بشکنه میاد اینجا یه همچین حالتایی میشه. ما همیشه یعنی نباید همیشه دنبال این باشم که این اینجا تشکیل بشه. بعضی وقتا دیدم اینجوری میشه، بعضی وقتا دیدم که همین که سطح میشکنه این نقدینگیه میره اینجا تشکیل میشه، اینجوری میاد پایین. این سه تا حالتیه که چشم دیده. من تو این دوتا حالته همون اولش میرم آرسه رو در میارم که تاش تریدش کنم، یا میاد این گلف میشه میره از اینجا یه چیز برمیداره، یا میاد خودش کار میکنه دیگه. این کل پلنی که من دارم هم یه جورایی میشه ترکیب LFT و ترکیب RTM. در صورت آرس پایین براتون مهمه. آره دیگه، یکی آرس اینجا، یه دونه پلن سومم دارم که بمونه واسه جلسه بعد، یه چیزم اینجا دارم، یعنی آرس پایینم واسه معتبره. آقا مهدی بله سلام، خسته نباشید. سلام خدمت. آقا مهدی بی زحمت میشه یه خود تایم رو ببرید پایین‌تر؟ اینجا وقتی تایم بالا من متوجه میشم چی میگید، ولی وقتی تایم رو کم میکنید من میترسم میگم نکنه مثلا بخواد بره فلگ لیمیت خیلی بالاتر خودش با کنش نشون بده. من این ترسا رو همه رو دارم. ببین منم آقا ببخشید دقیقا هم سوالی که دوستان فرمودن و با توجه به اینکه دقیقا موضوع صحبت شما پلن شماست، اگر امکانش باشه بیتو روی روزانه اگر امکانش باشه بیارید. یه دونه به قول معروف پیوت اون بالا بوده که الان بیت شکوندتش اومده تا مثلا 31,000، اون رو تقریبا 28,500. اگر این پلن شما قانونا احتمال باید اون یه پلگ لیمیت کوچیکی رو 28,400 اینا باشه. اینو میشه اونجا نشون بدیم بگیم همون من درست فهمیدم یا یه بارم فرمایش کنید من مطمئن دقیقاً بفهمم چی شد. ما الان اینجا بیت یک روزه، خب الان که ما اومدیم بالا تا 31 و خورده‌ای، یه پیوتی رو قبلش رو 28,500 شکوندیم. درسته؟ یه خورده بازش کنید. باشه یه لحظه بیام تو دلت. روزانه مثلا اگر آره رو روزانه اگر ممکنه. آره ببینید الان همین قلهه که الان شما زدید فکر کنم PHL می فکر کنم 28,500 باشه. درست میگم؟ آره دقیقاً اینه درست. آقا یه مطلبی الان ما منتظر گره زیر اینیم. بذار یه چیز بگم.
آقا من نمیام پلنمو هر طور شده رو اینجا بچینم من نگاه میکنم ببینم آیا چیزی که میخوام اتفاق افتاده یا نه. همینجا من این سطح رو دارم، خب سطح رو خط میندازم. آیا واسه من دهانه تشکیل شده، هولد انجام داده؟ این دهانه هولدم انجام داده. کاری که باید من انجام بدم، برم تو دل اینجا یه آرسی یه اینری در بیارم. درست؟ اینگولف کرده دیگه، درسته؟ حالا من بیت رو نگاه نمی کنم، من تایم بالا شده چک میکنم. حالا نگاه میکنیم با هم. یه چیزی باید از پیوت اینجا یه آرسی من در بیارم، خب بدم جلو. یا این اینگولف میشه یا افو میشه. اگه افو بشه میدونم میره بالاشو میزنه، اینگولف بشه میدونم پلن الفتی من اینجا فعال میشه. کلیت همین. فقط یه چیزم به این اضافه کنم من اینجا. ببینید کل بحثی که ما اینجا انجام دادیم این شکلیه ها. من تو به دست آوردن اینر و آرس این خیلی راحتم. چرا؟ چون این گره یه گره خیلی معمولی و طبیعیه، مینور پشت نداره. اگه یه گرهی بشه بیاد اینجوری بشه. تو این حالت این گره من یه مینور پشتم داره. میبینین یه مینور پشتم داره. من این حالت رو نتونستم خیلی روش زوم بشم و بتونم بفهمم این من واقعا آرس اینجا رو میخوام یا اینر اینجا رو. یعنی یه چیزی ممکنه اینجا باشه. جواب تو FVG و اون اینفیشنسی نیست؟ من نرفتم دنبالش واقعا. من ببین همش درست حرف دارم. ببین همه خیلی سناریو دارم واسه اینکه بدونم چی میخواد بشه. تا هنوز فرصت نکردم روی اینا کار کنم. من بیشتر دنبال اینم یه گره ساده باشه. ببین من کلیت دارم پلنوار ترید میکنم. اگه این شکل ساده رو ببینم حتما تریدش میکنم. فعلا نتونستم رو این حالتی که مینور پشتم داره یا مثلا یه همچین گرهی، فکر کن یه گرهی باشه بیاد حالت کنکن بشه. کنکن یعنی منظورتون چیه؟ ببخشید من نرسیدم. همون حالت خط روند. این حالتم طبیعیه دیگه، بیاد یه دهان دوباره از شکستن به دست بیاره. من فعلا واقعیتش هنوز فرصت اینو نداشتم که من بیام این دوتا حالت دیگر رو بررسی کنم. صرفا فقط تونستم اینو بررسی کنم. اینم که اینجا میبینیم، این گرهی که اینجا میبینیم این کدوم حالته؟ آیا حالت گره معمولیه یا گرهیه که مینور پشتم داره؟ مینور پشتم داره دیگه، درسته؟ بعد من روی این که بتونه این کار کنه اینم بفهمه، دستش درد نکنه. آقا متی این همون قضیه QM نیست که استاد مثلا بس خیلی جلوتره، ولی چون خودت میدونی دارم میگم بس QM نیست که میگه یه ساختار داشت QMش رو بکشین، QMش میشه RSش دیگه. ببین اصلا ممکنه همه چیز باشه. منتها من همون اولش هم گفتم من یه پلن دارم، با این پلنم ترید میکنم. حرفاتون همشون درسته، من نمیگم که مثلا اشتباه میگین. منتها گفتم من روی اینا اشراف ندارم. اشرافم که چیزی نداشته باشم، فهمیدم که بخوام تریدش کنم به احتمال خیلی بالا من استاپ میکنم. میخوام یه سرنخ ازت بگیرم که مثلا اگه خواستم کار کنم اینا رو برم رو هم کار کنم. میخوام راهنماییم کنی یا صرف اینو دارم صحبت میکنم. بله. یه بارم بگین. استاد همتی میگفت اگه اینجوری یه گرهی داشتین که حالا ساختار داشته، به قول شما مینور پشت داشته باشه، QMش رو بگیریم. QM داره جواب میده. اینو میتونیم ما به قول معروف نقشه راه کنیم بریم روش کار کنیم. حالا اگه بخوام QMش رو بگیم به عنوان اینر. آره همچین چیزی میگه توی دوره استاد همتی. خب نمیدونم واقعیتش، من نمیدونم. یعنی اگه من داری راهنمایی کنی. نه واقعیتش نمیدونم. یعنی ما بخوایم به شکل قبل الکتریک، به شکل
کافه، جلسات کافه اینو نگاش کنیم، میام میگیم که یه خط رونده، یه همچین چیزیه، اینو میکشیم توی این محدوده ها یه اینر داریم. خب توی محدوده ها یه اینر به شکل الفتی بخوایم نگاش کنیم، ما یه مینور پشت اینجا داریم. خب حالا یه مینور پشت، ما باید بریم تو دل این، انقدر بریم تو دل این یه دونه حالت کنکنی پیدا کنیم، یه چیزی بکشیم از اینجا بیرون، بگیم این اینرشه. هر دو حالت هم تقریبا تو یه محدوده میفته. فقط میدونی مشکل من چیه؟ من هنوز نتونستم این مورد با خودم حلش کنم که من تو این حالتی که گره به شکل گره ساده است، این گره ساده است دیگه. خب که 90 که من دیدم از 10 تا 8 تا 7 تا چارت با این گره ها تشکیل میشه. خب من اینو میدونم که RS این پیوت بالا رو در بیارم، در واقع همون اینره. درسته. خب RS اینجا رو در بیارم، در واقع همون اینره. ولی یه چیزی که خودم شک دارم تو این حالتایی که مینور پشت داره، من یه دونه مشکلم اینه که من یه تفاوتی بین RS اینجا با اینر میبینم. یعنی اینر رو با RS یکی نمیبینم فعلا، نکنه شاید بعداً منطقم عوض بشه. من شک دارم، نمیدونم که من تو اینجور مواقع بیام RS پیوت اینجا رو معیار قرار بدم یا بیام از این اینره بخوام یه چیزی بشه. همین منم به این مشکل خوردم، گاهی اوقات بالایی جواب میده، گاهی اوقات پایینیه. من دقیقاً همون، من هنوز نتونستم جمع‌بندیش کنم. واسه شما همین اینا رو ترید نمی‌کنم. فعلا همین یه دونه حالت ساده رو ترید می‌کنم تا به یه جمع‌بندی برسم دیگه. هر جا هم دیدم سر در نمیارم، مثلا اینجا یه پیوتی شکل میگیره مثل همون طلای تایم بالا داشتیم ماهیانه نگاش می‌کردیم. من واقعا نمی‌فهمیدم آرس اینجا شو. خب وقتی نمی‌فهمم نمی‌خوام اسراف بخورم، تریدش نمی‌کنم. هر جا هم هیجانی وارد شدم، از 10 تا حالتی که اشراف نداشتم هیجانی وارد شدم، از 10 تاش 9 تاش اسراف خوردم. یعنی این تجربه تلخی که مارکت به من داده. همین یه ماه پیش من داشتم نوشین پر می‌کردم، از 10 تا معامله هیجانی یا بدون پلنم 9 تاش اسراف خوردم. این تجربه خوبیه دیگه. آره مثلا با خودم چیدم دیگه. وقتی میام سر مارکت، من همون اولش گفتم اگه پلنم نباشه تصمیم گرفتم ترید نکنم، بهتر از اینه که بیام الکی اسراف بکنم. دم شما گرم. آره کلیتیم. هر چارتی رو نگاه میکنم، مثلا بیا بریم با هم چیز رو نگاه کنیم، USD رو با هم نگاه کنیم. این چارت تایم بالاش تایم 3 ماه. من اینجا اینو میبینم که یه سطحی دارم، این شکسته، بعد اینکه شکسته نیومد اینو برداره. یه جای درسته من اینجا دارم دیگه، به هر حال یه اینری، یه آرس، یه چیز اینجا دارم. این یه چیزم دوباره میخوام یادآوری کنم، همیشه بعد شکست سطح نگاه کنید ببینید کدوم حالت نقدینگی تشکیل شده. با خودم من اینجوری چیدم، حالت نقدینگی نوع 1 که دقیقاً بعد شکست تشکیل میشه، حالت نقدینگی نوع 2 که قبل شکست تشکیل میشه، حالت نقدینگی نوع 3 که بعد شکست تشکیل میشه. خب همیشه همین اولش اینم چک میکنم، آقا من این سطح رو دارم، خب این سطح نقدینگی کدوم حالته؟ حالت نوع 3 که بعد شکست تشکیل شده و من انتظار دارم این تا اینجا رو بیاد پایین. منتها نمیگم صاف بیاد اینجا، ممکنه بره اصلا بالا یه بار به این خط روندم بخوره بیاد پایین، ممکنه بره بالا به یه چیز اینجا برداره بیاد پایین. کلا همه این حالت‌ها رو دارم، ولی کلیت همیشه دنبال اینم که یه همچین چیزا رو اول تشخیص بدم بعد تریدش کنم. آقا مهدی، بله باز میخوام این سوال بازم پیش اومد. الان شما تا همین ناحیه که شما مشخص کردید منتظر میشینید یا میرید توی اختیار بعدی یا اون کینک بعدی؟ نه من منتظر، ببین من اگه بخوام ترید انجام بدم منتظر میشم. گفتم که ببین من اصلا من واقعیتش این تجربه رو گفتم که خیلی تجربه تلخی بود، ولی مارکت بهم داده. هر جا با پلن وارد میشم، خب هم احساس امنیت خیلی بیشتری دارم، همینه که واقعا سود دهم. ولی هر جا بدون پلن وارد میشم، حالا میگم که آقا مثلا این میاد تا اینجا رو من بذار الکی اینو بگیرم، خب اینا رو من استاپ میخورم. یعنی اصلا یه جوری میشه که ناراحت کننده میشه برام. حتی تی پی هم بخوره اصلا کیف نمیده بهم.
من نه منتظر میشم که منظور من چیزی دیگه است. الان شما این ناحیه مشخص کردید که نرسیده بهش. بالاتر بله از هم یه دونه کینک دیگه هستش، مثلا برای تایم 3 ماه هست الان. برای بله. تایم پایین شما برای حالا ترید فکر کن نمیرید یه اونجا. دقیقه. فکر کن یه دقیقه. فکر کن یه دقیقه. درسته. خب گفتم شما ترید نمی‌کنید توی کینک نه من بعدی که در گره شکستش جای درست رو برداشته باشه که بر نداشته باشه. حالا اگه چشم یه چیز دوباره همون حالت اگه بتونم توی این مسیرم یه چیزی همچین تشخیص بدم دوباره میرم اینو تریدش میکنم. یعنی الان شما یعنی گره بالای همین ناحیه که مشخص کردید اگه داخل باکس میندازید زحمت. ببین اینو قبل میگی گذشته قبل چپ اینجا نه حالا فرق نمیکنه یا گره قبلیش. گره قبل این ورو میگی یا کلا این ورو میگی؟ چپ گره قبلی هم باکس کشید چپ ترش. همین پایینی. خب الان شما مثلا گره شکسته اینو دوباره اگه همین چین طبق پلنتون باشه ترید میکنید. آخه فکر کنید اینو من لایو بازار نرسید. الان لایو بازار اونجا. آره فکر کنید لایو واسه قیمت اومده زیر اینو زده طبق الکترون نه میخوایم بریم. فکر کنید بریدید. خب اصلا تازه مورد سقف این کینکتون رو زده. ما گذشته چارتیم. من نمیگیرم چی میگی. همین باکسی که دارید شما الان کشیدیدش. خب همین کینک یه گره اومده ازش زده بیرون دیگه. چون بریدید 4 تا اصلا نرسیدیم به آینده. خب الان طبق پلن شما باشه اینجا ترید میکنید. آخه پلن من چیه؟ من منتظرم یه سطحی بشکنه بعد ببینم نقدینگی چجوری تشکیل شده. این پلن من نیست کلا. خودش یه افعال دیگه دهانه داره، دهانه تشکیل شده، بعدش رو مثلا 4 تا ببریم بعد از اونجا بگیم ترید. دقیقاً اصلا فکر کنید شما آینده الان لایو بازار همین کینکه. خب ما هنوز نمیدونیم میخواد بیاد زیر اون مثلا همون قسمت پایینش زده اصلا نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. الان طبق پلن شما این گره شکستش اگه جای درست رو بر نداشته باشه همون طبق پلنتون انجام میدید این کارو. یعنی میخواش خودت شعر بدی نشون بدی؟ من واقعا نمیگیرم. من متأسفانه نمیتونم. همین کینگی که گرفتید و خب ببریدش هم تا همون دایی که خارج شده. خارج نشده وسطشه. نه همون کینگ قبل داخل باکس منظورشون اینه کینگ تشکیل شد دیگه بعدش رو ببرید. دقیقاً چپ داره. خب دقیقاً همینجا. بله الان اینجا یه گره شکست داره دیگه. الان فکر کنید لایو بازار همینجاست. آره لایو بازار. چرا تریدش می‌کنی؟ الان همین پلنتون انجام میدید همینجا یا منتظر همون ناحیه؟ نه انجام میدم. آقا شما نگاه کن این من سطح من درسته. این کدوم حالت نقدینگی تشکیل داده؟ بعد شکست حالتیه که از پایینتر اومده این نقد چیز رو تشکیل داده. قبوله؟ حالت نقدینگی. خب درسته. خب این اینجوری تشکیل شد. من میرم تو دل این آرس رو در میارم. باید اول تشخیص میدم پیوت کدوم حالته. پیوتی که تشخیص دادم آرسش رو در میارم. حالا شاید از اون اگه پیوت سر در بیار ببینم سر در میارم از اون پیوته. حالا با فرض مثال این بله خب اینو نگاه تریدش پاش میتونه. درسته. آره تریدش آره تاچ. مهم نیست چه جایگاهی داره اون کینکه. نه بیشتر من دوست دارم همون ستاپور تریدش کنم. متوجه شده. ولی تازگی ها به این تجربه رسیدم که اگه من یه حالت اینجوری باشه یعنی روی سطح نقدینگی باشه، یعنی پایینش رو چک کنم یه لحظه ببینم پایینش سطح نقدینگیه، نمیام اینجا این کار انجام بدم نمیام اینجا مثلا دهان تشکیل بده بیام اینو آرس اینجا رو ترید کنم. درست متوجه. بله هم چیزی اتفاق افتاده تقریبا. آره یه همچین کاری اتفاق افتاد. یعنی اگه یه لحظه ببینم روی سطح نقدینگی هم اینم تازگی‌ها به پلن خودم فیلترش اضافه کردم.
یعنی فوری پایینش هم چک میکنم که پایینش روی نقدینگی نباشه، چون اگه پایینش روی نقدینگی باشه مطمئنه این میاد این کار انجام میده و من استاپ میکنم. اینم فیلتریه که دوباره روش گذاشتم، یعنی رفته رفته دارم رو همین پلنی که خودم دارم حالتایی که استاپ میخوام چک میکنم ببینم کدوم حالتایی که داره به من بیشتر استاپ وارد میکنه. من دیدم که هر جا این کف من روی سطح نقدینگی باشه این کار نمیکنه. اینو فیلتر کردم از رو کارهایی که چیزایی که دارم ترید میکنم. ممنونم از راهنمایی. یه سوال دیگه باز میخوام، چون من هنوز تو مرحله آموزش اینا، اون چند دقیقه شما بیشتر مانور میدید برای ترید اینا؟ 1 دقیقه 5 دقیقه. 1 دقیقه 5 دقیقه. آره 1 دقیقه 5 دقیقه. بعد میخوام نواهیتون هم حدودیه یا میرید ریز میشید؟ نه تو تا تیک چارتش هم میرم. یعنی به خاطر به دست آوردن آرس، خب این آرس که میخوام تا هر جا که بخواد میرم پایین، تا تیک چارتش هم ممکنه برم پایین. مرسی از راهنمایی، ممنونم. آقا مهدی ببخشید، رو همین پلنی که الان توضیح دادید توی کلاس‌ها مگه استاد همتی نمیگن که شما باید بری وقتی شکست این اف ال میخوای تو برگشت بگیری RS سمت مقابل رو بگیری؟ شما چطور RS اول رو میگیری؟ یعنی RSی که تو 60% اون طرفه، تو به قول معروف 1/3 اون طرفه رو باید بگیری؟ یعنی چپش رو میخوای بگیری؟ اینو من اشتباه میکنم؟ نه حرف درسته. یعنی شما میخوای ببین درست متوجه شدم. من در مورد پلن شما فقط دارم شما فرمودید من از این افل میرم بیرون، تو برگشتش RS رو میخوام ترید کنم. خب این RS من نباید RS سمت مقابل باشه، پایین باشه. RS سمت مقابل یعنی یه چیز پایین‌تر اینجا؟ نه ببینید همین الان این چیزی که به دوستمون نشون دادید، تیکشو بریدید از یه افلی خارج شدید. خب ما یه RS بالا داریم یه RS پایین داریم دیگه. تو برگشت RS سمت مقابل، یعنی اون فلگ لیمیتی که رفته بود کفشو زده بود، کف فلگ لیمیتو زده بود، اونجا مگه جای درستمون نیست؟ ما اینجا اینو داریم، این شکست سطح. خب من یه آرس بالاشو میخوام، دفعه اول اینو میگیرم که اینم همونه. در واقع اینم همون آرس بالا رو پس میگیرید شما. بله آرس بالا رو میگیرم. یا این گلف میشه، خب بله. یا این گلف میشه میره پلن الکتی فعال میشه، خب یا افو میشه قیمت میده بالا. منتها به این آرس پایینم اعتبار میدم. ببین این الان خورده آرس پایینش. این اصلا خب نگفتم اینجا تو بحثا نگفتم. اگه بخوره آرس پایینش کلا پلن الکتی واسه من غیر فعال میشه، چون پایینم افو شده دیگه. افو شده قیمت رو میده بالا، همینطور که داده بالا رفته. ببین رفته بالا. آره دیگه قیمت میره بالا. آره چون من این پلن راجع به آرس پایین خیلی حرف نزدیم اینجا، ولی این آرس پایینم بهم دیدگاه میده. یعنی این اولی رد بشه بیاد به دومی بخوره، من میدونم میخواد بره بالا. آره من اون اولی که فرمودید به آرس اول میخوره پلن الفتی، چون احتمالاً من نرسیدم به اون جلسات پلن الفتی، نمیدونم چیه، متوجه نمیشم. ولی اون چیزی که تو همین جلسات الفتی قسمت‌های حالا 7 تا قسمت اولش دیدم اینه که میگه آرس سمت مقابل، مثلا روز 40% سمت مقابل این فلگ لیمیت دقیقاً همین جاییه که الان بهش خورده و رفته بالا. بله ببین پلن الفتی که میگم اینا برداشت خودمه ها. تو پلن الفتی نه، تو دوره الفتی نگفتم پلن الفتی ها. منتها من دارم میبینم که کل دوره الفتی همش سر این داره کار میکنه که و همه جزئیات این داره کار میکنه که یعنی یه شکست از اون سطح رو داریم، اینو گفته بقیه‌اش کلا همه پازلی که تو الفتی گفت دوره الفتی گفته میشه سر این داره میچرخه دیگه. یعنی بیاد یه بار PHL بشه، یه بار اجرا بشه، همش داره روی این کار میکنه و جزئیاتش کار میکنه. من واسه خودم اومدم اما اولی رو میگم اما من یه دونه که همون اولی ممکنه اینرم باشه. یعنی اول میت امروزمون قرار بود یه خورده اگه میشه در مورد اینر پیدا کردن، چون شما پلنتون رو اینره فکر کنم خیلی تخصص داشته باشید. حالا من همون آرس رو پس میگیرید دیگه که دفعه بعد همون آرس میمونه دفعه بعد، چون واقعا خسته شدم دیگه. من خیلی ممنون ازتون. نه خواهش میکنم. این این کلیت
چیزایی که من ترید میکنم. منتها ببینید این حرفایی که من میزنم تو دوره الکتری گفته نشده ها. تو دوره الکتری همون جای درست میتونه که برداشت کردیم. این پلنیه که آره من خودم با خودم اینو چیدم. یعنی بیشتر دغدغه من سر این بود که چرا این کار نمیکنه؟ چرا بعضی وقتا مثلا بعد شکستن سطح خب این نمیاد جای درست PHL کار کنه. من بعد طبق تجربه‌ای که از RTM داشتم، همین که استاد همتی گفت این اینجوری بشه میشه واسمون حالت تامین نقدینگی، واسه من یه لحظه جا افتاد که این رفته اینر برداشته. از اینجا بود که این آرسه واسم جا افتاد که جریان چیه و همیشه منتظرم این آرسه اولین گلف بشه. این گلف نشه همین خود اینو تاچ ریدش میکنم. به مرور رفته رو چارت من دیدم که بعضی وقتا این که هیچ رو این داشتم کار میکردم که پلنم خودم رو چیدم. یواش یواش من تو چارت دیدم که بعضی وقتا این نقدینگی که اینجا شکل میگیره ما دهان روش حرف میزنیم این اینجا شکل نمیگیره، بعضی وقتا پایینتر شکل میگیره. به مرور اینا تو چارت دیدم. بعضی وقتا دیدم که میره رو بالا شکل میگیره. اینا رو به مرور خودم رو چارت دیدم. چشم اینجوری دید اینا رو دیده. بله. آره دیگه. علی حال اگر من بخوام اون چیزی که برداشت کردم و جمع بندی کنم، اینه شما اجازه میدید سقف سمت چپ بشکنه. از همون سمت چپ سقفه وقتی داشته میرفته بالا یه آرس بالا رو در میارید، اونو اینر هم تصور میکنید تو برگشتش همون رو اگر که جواب داد که تریدش بکنید، اگر این گل شد یه گره پایینتر که حالا من نمیدونم چیه اونو میگیرید. ببین همین که این گل اگه دیدم که جای درست من آرس من اینجا این گلف شد خب تا اینجا پلن RTM یعنی منتظر بشکنه پلن RTM مثلا فعال میشه. اگه یه لحظه این گلف شه فوری میرم دنبال پلن چیز LFT. پلن LFT چی میگه؟ میگه منتظر باش یه گره اینجا از شکست سطح یه گرهی باشه خب همون گره بالا این گره این بشکنه، همین که شکست بیا جای درستش رو ترید کن. همین که این جای درست اونم آرس بالا شد دیگه دوباره. اما PHL دیگه آره جای درست همون PHL تا کجا؟ تا آرس پایینش. اگه این اومد حتی این اومد اینو شکست رفت خورد به پایینی دوباره این PHL من کار نمیکنه واسم، چون میدونم پایین افو شده و قیمت میره بالاشون میزنه. این قسمت آخر رو نفهمیدم. ببین الان اگر یعنی نه RS کار کرد نه MPL کار کرد و این گلف هم نکرد، یه ضرب اومد پایین تر رو زد یعنی RS پایین رو زد، حالا میفرمایید که دیگه منتظر اون پلن LFT خودتون هم نمیمونید. آره ببین کل اینجوری در نظر بگیرید. آره دیگه دقیقاً همین شکل. دقیقاً ببین همین که این شکست خب فکر کن این شکسته قیمت داره میاد پایین. ببین این شکلی داره میاد پایین. حالا اگر این به قول معروف فقط بهش خورده باشه شما انتظار داری که بره بالا دیگه، یعنی اون بالای پلن الفتون کار نکنه. آره اگه به این بخوره من دوباره هیچ کدوم از اینا رو نمیگیرم. نه اینجا که اگر این گلف بشه چی؟ این گلف بشه نمیدونم چی میشه بعدش. نمیدونم. ممنون واقعا. نمیدونم. نه خواهش میکنم. سلامت باشی. آتورابی بله مرسی که این همه با حوصله زحمت کشیدی و گذاشتی واسه بچه‌ها. جلسه بعد واسه پارس رو کی زحمت بمونه واسه هفته بعد. هفته بعد ان شاء الله میگم حدودشو بدونیم که برنامه‌ریزی کنیم. آره ان شاء الله هفته بعد هر چیزی که تا اینجا بلدم و ببین من تو به دست آوردن آرس به یه چیزایی رسیدم ولی گهتی نیستش. مثلا من پیوتو نگاه میکنم بعضی وقتا سر در میارم بعضی وقتا سر در نمیارم. سر در بیارم آرسش رو پیدا میکنم، سر در نیارم دیگه هیچ نگاش میکنم. الان همین پیوت که اینجا میبینین این کدوم حالته؟ کام لفت شولدر داره درسته؟ نه دیگه هیچی نداره دیگه. این نه شونه چپ داره نه شونه راست بالاش تشکیل داده. آره نه شونه چپ داره نه شونه راست داره این حالت. درست. خب نه
تو پایینیا رو لفت شولدر نمیگیری نه حتما درسته؟ نه من نه نمیگیرم. یا مثلا این حالتی که اینجا هستش، این کدوم حالته؟ هم حالتی هم شونه چپ داره هم شونه راست داره، همجوری نگاه میکنه. مثال میگم اگه یه تایم بریم پایین، این کدوم حالته؟ این پیوت من حالتی میگیرم که فقط شونه راست داره، شونه چپ نداره. من اینا رو شونه چپ نمیگیرم. تو پلن خودم، تو دیدگاه خودم اینا رو شونه چپ، اینا رو شونه چپ نمیگیرم. متوجه شدم. آره کلیش هم. خواهش میکنم. ممنون از وقتی که گذاشتی. سلامت باشید. خیلی لطف کردی ترابی. آقا خسته نباشین. تا اینجایی که گفتم کسی چیزی هست که نفهمیده باشه بگم تا من یه 10 دقیقه دیگه خیلی استفاده کردم. فقط همین که یه بار قطعیت پیدا کنم که اینر با اون آرس بالام یکیه، من کامل متوجه شدم. آره دیگه ببینید اگه گره حالتش معمولی باشه، حالت ساده باشه، اینر من تقریبا همون آرس اینجا یکیه. متوجه شدم. ممنون ازت. اون تو اگه مینر پشت داشته باشه یا حالت کن باشه، نمیدونم این حرفا باشه، اینا رو نمیدونم، من قطع مطمئن نیستم. خیلی ممنون. من با اجازهتون میرم که دوستان اگر کاری دارن. بله خواهش می‌کنم. من یه 10 دقیقه دیگه هستم. اگه چیزی هست که جا نیافتاده باشه بگم. آقا مهدی، بله بفهم. این اختیاری که شما الان گفتید من مثلا این پلنتون پیاده میکنید، ما وقتی تایم مثلا 5 دقیقه که میریم اون اختیار حتما باید از قبل سواب بگیریم ببینیم فلگ لیمیته، بعد این پلنتون روش پیاده کنیم. درسته؟ همه چیش اوکی بود؟ یه بارم بگین. این اختیاری که شما میگید آقا سقفش زده میشه، دهانه میسازه، بعد میاد آرس پایین شدن. درسته؟ ما وقتی تایم کم میکنیم اون اختیاری که مد نظر داریم باید بریم سواب بگیریم ببینیم فلگ لیمیته شرایطش بود، بعد اوکی. درسته؟ نه من واقعا اینا رو چک نمی‌کنم. من همون شکلشو ببینم این شکلی تشکیل شده میرم دنبال اصلا مهم نیست فلگ لیمیت باشه یا نباشه. نه چرا باید فلگ باشه؟ مهم نیست. باید مهمه یعنی فلگ بودنش؟ فلگ نه مهم، برای من که مهم نیست. من پس هر اختیاری که شرایطشو داشت، حالا دیگه سوال نمیگیره که فلگ لیمیت هست از گذشته از شب چارت یا هست یا نیست، مهم نیستش. چی رو چک نمی‌کنم، من فقط شکلشو میخوام. یعنی چشم ببینه برمی‌دارم. مثلا بخوام نگاه کنم، مثلا همینجا آقا یه سطح دارم اینجوری، همین که داره میشکنه. اگه ببینم دهان تشکیل شد اینجوری شد، یه همچین چیزی شد، من فوری میام آرس اینجا رو در میارم. مونتا اینجا رو هم نگاه میکنم. ما گفتم که اگه ببینم روی سطح نقدینگی داره یه حالت چیز تشکیل میده، اینا رو نمیگیرم، چون اینا رو به دفعه به کرات دیدم که اگه کف این اختیاری که میخوام روی خط روند باشه، نقدینگی باشه، این کار نمیکنه برام. من ببین همین که چارت رو باز میکنم، من میرم دنبال فقط همین که چشم یه چیزی اینا رو پیدا کنه. مثلا همینجا آقا من یه دونه اینو دارم. خب تایم 1 دقیقه پایین‌تر از این سطح من شکسته، نقدینگی تشکیل داده. حالا کدومش مهم نیست، حالا اینجا نقدینگی تشکیل داده. من کاری به اینا ندارم، فوری میام اینجا یه چیز از اینجا رو پیدا میکنم. آرس اینجا رو میخوام، آرس اینجا رو میخوام، پیوت اینجا رو باید قبلش تشخیص بدم. پیوت اینجا رو بخوام قبلش تشخیص بدم، این کدوم حالتی که شارپ رفته شارپ برگشته، نه شونه چپ داره نه شونه راست داره. بخوام از اینر در بیارم، فکر کنم گرهش همین بشه. خب اینو میام تریدش میکنم. به چه شکل؟ اینم پاک کنم. اینو میذارم مثلا یه چیزی تو اینجاها. تا کجا؟ تا مثلا یه چیز 1 به 2 اگه ناحیه من خیلی بزرگ باشه، یا میرم تو دلش یه چیز دیگه در میارم. نمیام اینجا رو بگیرم، چون اصلا آربارم نمیخونه.
یه چیزی از تو دل این در میارم، مثلا فکر کن اینجا خب یه دونه 1/2 میخوام، یا 1/3. اگه 1/3 بشه چه بهتر، یا 1/2 میخوام. اینا همینجوری ترکیبش میکنم. آقا مهدی اصلا مهم نیست نوک پیوت اصلا به کجا خورده برگشته، اینا اصلا توجه نمی‌کنید؟ ببین اگه نگاه میکنم اگه بفهمم چه بهتر، یعنی اگه بفهمم اینجا این گلفه خب مطمئنا این آرس من اینجا کار میکنه، چک میکنم. خب اینا چون اینا رو میخواستم تا یعنی جلسه بعد بگم، چک میکنم اگه بفهمم اینجا این گلف شده این آرس من مطمئنا واسه من کار میکنه، یا اگه بفهمم اینجا اف شده من میدونم این آرس من این گلف میشه. این گلف میشه ریتریسش ولی میده. آره دیگه این گلف میشه ریتریسشو میده و الفتیشو میخوام. ممنونم متوجه شدم. اینجوری. مرسی ممنونم. خواهش میکنم سلامت باش. یا یه چارت دیگه همینجا مثلا اینو میارم، یه سطحی داشتم یه دهانه تشکیل داده، اینجا مثلا خب این دهانه مثلا من اینجا تشکیل شده بود، میام اینجا اینو چیزش میکنم، آرسشو در میارم. فکر کنم من اینجاها رو نمیبینم، خب فکر کنم اینجا رو ندارم، مثلا من اینجا رو در میارم، یه پیوت بالا دارم یه پیوت پایین دارم، هر دوشو آرسشو در میارم. اینجا رو که نگاه میکنم این از اینجا رفته این بالا زده شده، این آرتیپیش یه چیزی، اینو تاش تریدش میکردم تا کجا؟ تا PHL جایی که میخوام کار کنه، تا اینجا. این ناحیه هم بزرگه، شاید کوچیکش کنم یه چیزی همینجوری، شاید هم اصراف بخورم ما. تا اینجا که بعدن قیمت میره PHLش کار میکنه، قیمت رو میده پایین، میاد آرس پایینش رو برمیدار این شکل. الان همینجا یه سطحی دارم شکسته، همین که سطح شکسته نگاه میکنه ببینم نقدینگی تشکیل شده، نه نقدینگی تشکیل نشده، پس کاری به این ندارم. من فقط میخوام یا قبلش چشم نگاه میکنه ببینم آیا قبل اینکه بشکنه سطح نقدینگی تشکیل شده، نه نشده، تو لحظه تشکیل شده، نه نشده، تو آینده میخواد تشکیل بشه، نمیدونم. هر جا این نقدینگی دهانه هولد اینا رو دیدم فوری میام آرسشو در میارم. آره دیگه بخواد چیز کنه همین فوری هم میرم اینو چک میکنم فوری میرم اینجا ببینم پیوت اینجا چه شکلیه، پیوتی که اینجا شکل گرفته رو اولش در میارم، پیوتی که اینجا شکل گرفته آرسی که فکر میکنم بخواد بده اینه. فکر کنم این حرکتی که اومده این گلفش رو انجام داده، این نمیدونم این نه این پایین تره، نشد این پایین تره. یه چیزی که به هر حال یه آرسی از اونجا در میارم. خب اگه ببین من منتظر میشم باید یه نقدینگی تشکیل بشه ها، نه اینکه الکی همین که مثلا یه چیز اینجا تشکیل بشه، یا حتما باید اینجا واسه من تامین نقدینگی شکل بگیره، یا یه نقدینگی به هر حال باید تشکیل بشه. بدون نقدینگی من اینا کاری به هیچی ندارم. مثلا میرم چارت بعدی مهم نیست، فقط بشکنه نقدینگی تشکیل بده. اینجوری هم باشه گفتم چک میکنم، اینجوری باشه کاری بهش ندارم. مثلا این چیه اینجا؟ این چیه اینجا من جا انداختم هنوز قیمت بهش نرسیده. ببینین من اینجا اینو داشتم، اینو فکر کنم دیروز رو دیدم، تایم 5 دقیقه همینجوری مونده، یه دونه سطح داشتم نقدینگی رو دیدم، اومدم آرسش رو در آوردم، همینجوری مونده، قیمت نیومد بهش برسه. خب نیومد دیگه چیکار کنم؟ یا بعدم میاد، خب خیلی بره بعدم بیادم کاری بهش ندارم، دوباره سطح باشه نقدینگی تشکیل بده، بعد من میرم دنبال کار خودم ببینم کدوم یعنی پلنم. آقا خیلی فاصله بگیره دور بشه دیگه نمیکاریش نه؟ آره دیگه ببین من که نمیخوام همه چی رو وارد بشم، من دوست دارم اونایی وارد بشم که تقریبا میدونم خیلی بیشتر کار میکنه. گرفتین چی میگم؟ نمیخوام که شانسی وارد بشم.
یا چارت بعدی یه سوال بفهم. صدا هست مهدی؟ شما بله. حدوداً حسابی که مثلا میذارید واسه این بدون این گلف میشه نمیشه بیشتر میذارید چقدره؟ چند ببین درصد بیشتر؟ نه کلیت ببین وقتی فکر کن مثلا این لگو نداریم یه چیزی ببین مثلا فکر کن یه چیزی من از اینجا در آوردم افتاده اینجا الکی دیگه. خب میخوام اینو بگیرم، اگه بخوام اینو بگیرم اینو میارم میذارم پشت یه چیزی اینجا اینجوری یه گره یه گره اینجا وقتی یه ناحیه در آوردم یه گره اینجا داره تقریبا میذارم پشت این گره. متوجه. بعد حجمتون نسبت به همون باکسه، یعنی مدیریت سلامت با همون باکسه انجام میدید یا کل ناحیه استاپتون؟ نه کل ناحیه استاپمه، یعنی من اینو یعنی خودم دست چیز نمی‌کنم، با همون مدیریت سرمایه اورو دارم من تو متام، اینو میکشم خودش استاپ میکنه اینجا تا اینجا چقدر شد همینو میگیرم. متوجه شده. و یه سوال دیگه، این ریواردتون نسبت به باکستون انجام میدید یا به اون ناحیه استاپتون؟ تو خیلی مهمه دیگه. مثلا باکس شما میبینید نگاه میکنم ببینم نقدی از اون نقدی که اینجا دارم ممکنه الفتیش کار کنه تا اونجا چک میکنم. متوجه شدم. اینجا تا الفتیش پی اچ الش تا کجا میفته. من 1 به 2 بیشتر میخوام، 1 به 2 پایینتر باشه نمیگیرم. ببین کلیت ببین کلیت من پلن واسه خودم چیدم. خب چند تا قانونم روش گذاشتم. بعضی وقتا هیجان چی بگم استرس چیه، بعضی وقتا خودم هم نمیتونم انجامش بدم، بعضی چیزا رو وارد میشم یا تیپی میشه یا استاپ میشه، ولی هر چقدر بتونم رو همون پلنی که خودم چیدم پایبند باشم خب بهتره دیگه. چجوری بگم، بعضی وقتا خودم پلن دیدم مثلا پلن چیدم که آقا اگه ناحیه‌ام زیر 1 به 2 شد نگیرم، ولی بعضی وقتا شیطونی میکنم میام مثلا میگم والله بذار بگیرم ببینم چی میشه. یا مثلا فکر کن گرفتم من اینو مثلا میبینم که تا پی اچ ال هم نمیذارم، فکر کن اینجا پی اچ ال هم تا اینجاست، مثلا میام میذارم تا نوک آخر جایی که هستش، بعد قیمت میبینی میاد اینجوری میشه بهش میخوره میره اون پی اچ ال برمیگرده استاپ منو میزنه. خب اینا همش برمیگرده به اون شرایط روحی روانی ترید که هر کجا من اینطوری بگم که من یه پلن واسه خودم چیدم، تو این مثلا پلن 10 تا هم فیلترینات 10 تا هم نکته دارم که اینجوری شد این کار انجام میدم، ولی واقعا بعضی وقتا خودم هم نمیتونم این مدیریت انجام بدم روش، یعنی پلنی که خودم چیدم و گاهی وقتا نمیتونم رعایتش کنم، بعد خیلی پشیمون میشم که چه آقا من تو که میدونستم ممکن اینجوری بشه چرا این کار انجام دادی. ولی خب این لامصب این شرایط روحی هیجان و نمیدونم فومو شدن و اینا رو داره که آدم بعضی وقتا نمیتونه رعایتش کنه. ممنون از راهنمایی، خیلی عالی بود. متشکرم. خواهش می‌کنم. سلامت باشید. اگه اجازه بدید برم دیگه واقعا. خب بفهم آقا شاه. خب ببخشید اولا که دست درد نکنه که وقت گذاشتی، دوم که خواهش میکنم برای هفته بعد این پیدا کردن RS یک وقتی بذاری، چون واقعا خیلی مهمه و خیلی به در دیوار میزنیم. اگه یک وقتی بذاری. متشکرم. دست درد نکنه. من به روی چشم. چشم قربانشون. آقا مهدی لطف کردی، دست شما درد نکنه، واقعا زحمت کشیدید، ممنونم ازت. خواهش میکنم قربان شما. آقا سلامت باشین. ظهر همگیتون بخیر باشه. ممنونم.